با یک جهان مهر و محبت و صمیمیت این ساعت می‌خواهیم بهرتون فراغت خوشی را اهدا نماییم. زیرا که امروز در مهمانی ما شخص خیلی معتبر، سراینده مشهور مشرق زمین، سراینده محبوب ما و شما آقای معین حضور دارند. قدوم شما را به تلویزیون سفینه خیر مقدم میگوییم و تشکر از آن می‌نماییم که شما دعوت ما را پذیرفتید. خواهش میکنم. منم همچنین خیلی خوشحال هستم. قبل از هر چیزی سلامی دارم به بینندگان تلویزیون سفینه و تمام مردم تاجیک. امیدوارم که همیشه خوب و خوش باشند و سلامت باشند و پیشا پیش 20مین سالگرد استقلال تاجیک هم تبریک بگم. واقعا از مهر و محبت و مردم تاجیک شنیده بودم قبل از که اصلا از اولین بار بیام اینجا، به خصوص از مهمون نوازی و از همه مهمتر واقعا اینجا که میام فکر کنم توی وطن خودم هستم، به خاطر که همه مردم تاجیک فارسی زبانند و زبان خودی من رو صحبت میکنن. به خاطر همین واقعا خیلی هم خوشحال بودم که برای بار دوم دارم میام اینجا و انشالله که بازم بیشتر بیام و خیلی دوست دارم اینجا رو، از آب و هوا و از مردم مهربون. و ایامی که شما به تاجیکستان تشریف نآورده بودید، چه اطلاعی داشته درباره این کشور؟ خب از تمدنش، از همون به اصطلاح از همون که گفتم مهمون نوازی و از آب و هواش و از همه چیزش خیلی دوست داشتم که بیام. خیلی خیلی خوشحالم که بالاخره ما برای اولین بار در جمع شما عزیزان، تاجیکای عزیز و مهربان و خیلی مهمون نواز، و واقعا این 2-3 روزی که من اینجا بودم از قدیم گفتم شنیدن که بود مانند دیدن، اینو همیشه من میگم. واقعا بهم خیلی خوش گذشت. انشالله که در برنامه هست که برای یه مدتی اصلا برای استراحتم که شده در جمع شما عزیزان باشم. انشالله که ما رو بپذیرید همیشه. امیدوارم که همیشه شاد باشید، همیشه سلامت باشید و موفق و همیشه خوشحال و خندان باشید. برگ و بار تنت شوق زندگی برگ و بار تنت شوق زندگی بیا و بال و پرافشان غمی دنیای سرایندگی شما چیست؟ واقعا مرزی نداره. دنیای موسیقی مرز نمیشناسه، یعنی و این یه چیز خیلی خوبیه که به اصطلاح این هست و همه این ملت ها رو به هم پیوند میده. خب موسیقی دیگه همه چیز زندگی من شده، یه عشق من شده و
همیشه شرح حال خودم و هموطنان عزیزم و مردم عزیزی که من منتقل میکنم. خیلی وقتا احساسای اونا با احساسای من عجینه. یعنی واقعا هر وقت همیشه میخونم میدونم که درد اونا رو میگم، میدونم که از زبان حال اونا میگم. به خاطر همینم دوست دارم اونا هم، به خاطر که یه بچه مشترکیه بین من و اونها. آقای موین، چی در تاجیکستان و چی برون از آن اکثریت جوانان پیروی به آواز شما می نمایند، به صدای شما می نمایند و حتی سرودهای شما رو می سرایند. شما به این چی نظر دارید؟ خب من شخصا خب خوشحالم که خب اینا معلومه که خب دوست دارن. منم وقتی اولین بار شروع کردم کوچیک بودم، خب از خواننده‌ای به نام اون موقع به اصطلاح دل من بودن، میخوندم. ولی خب یه چیزی که خیلی مهمه، هر کسی میخواد موفق باشه باید اصالت خودش رو داشته باشه و سبک خودش رو داشته باشه تا بتونه موفق بشه. ولی از اینکه خب اینا آهنگو من میخونن، من خیلی هم خوشحالم که مورد قبول همه هست و دوست دارم. با کدامی از آوازخوان‌های تاجیک شما آشنایی دارید؟ والا با آقای صدرالدین در آمریکا میبینمش و آشنا هستم. خیلی ایشون خیلی آگاه هم به موسیقی و چندی بار ایشون رو دیدم، پیش آقای کوجی دیدم ایشون و از نزدیک خوندنشون هم حتی دیدم و ایشون خیلی خیلی خوب میخونن و خیلی خوب واردن به موسیقی. من سرودایی که میخونم تقریبا 90% یا شاید 95% با احساس خودم، به احساس خودم میخورم و من بایستی با اون شعر و آهنگ عجین بشم. یعنی باید با تمام وجودم اونو بپذیرم. بعضی وقتا میگن 3 سال 4 سال میگذره من آهنگ تازه‌ای نمیخونم. ممکنه شعر آهنگی بوده ولی با اون حال و روز من جور نبوده، یا اصلا اون احساس خوندن و اون حسی که بایستی منو به اصطلاح برای خوندن اون سرود بگه نبوده. ممکنه مثلا برم تو استودیو بخونم ولی اصلا اونو دوست ندارم که همونطوری آهنگی من برم تو استودیو بخونم، بایستی خودم بخوام. اینه که بعضی وقتا یهو 4 سال 5 سال 4 سال شده بعد کاری تازه نیاد. ولی امسال بعد از 3 سال ما 2 تا آهنگ جدید داشتم که یکی به نام همدم بود که 5 روز قبل از عید پخش شد و یکی هم خون سیاوش بود که داستانهای شاهنامه فردوسی بود و چیز تاریخی بود. شعر برای من زیاد میاد، مثلا آهنگ میاد، ولی باز گفتم بایستی بدونم کدوماش رو دوست دارم. اونی که دوست دارم دیگه میخونم. حالا درسته بیشتر از شعر آهنگای آدمای سرشناس میخونم، ولی بعضی آهنگام شده که خیلی هم سرشناس نبودن ولی اون کار خوب بوده. هر شعر آهنگی باشه که خیلی مثلا با من جور باشه و خودم دوست داشته باشم، کار ندارم که مال کی هست. سرود خواندن استعداد خدادادی است و یا نتیجه زحمت و تلاش‌های خود انسان است؟ هر دوتاش. یعنی صدا بایستی داشته باشی ولی حتما باید روش کار کنی، باید زحمت بکشی از لحاظ تکنیکای موسیقی، ولی خب بایستی اون صدای اولیه رو داشته باشی که بعد اونو به انجام برسونی به طریق خیلی خوب. سولفژ بدونی، دستگاه ها رو بدونی، نوتا رو بدونی.
اون وقت اون تکمیل میشه. ولی اگر خب صدا نداشته باشه، هر چی هم شما سواد داشته باشی، استعداد داشته باشی، اون فایده نداره. اگر آوازت هم خوب باشه ولی تکنیک آهنگ خوندن رو داشته باشی، تکنیکی که اون شعر رو چجور بیان کنی، کلمات رو چجور بیان کنی، سولفژ، اینا همه، اون هم همچین زیاد جالب نیست. ممکنه صدا یه خود دوست داشتم، ولی این دوتا باید با هم جور باشه، یعنی باید این با همه. بینندگان عزیز، بار دیگر خاطررسان می‌نمایم که در صحبت ما نفری خیلی معتبر، سراینده محبوب و مشهور عالم شرق، آقای معین حضور دارند و اگر که شما این لحظه با شبکه ما پیوسته باشید، بی‌طرف نباشید، یعنی که خسته نباشید و صحبت ما، زیرا که صحبت ما با آقای معین ادامه دارد. آقای معین، شما در زندگی خوشبختی رو در چی می‌بینید؟ خوشبختی به عقیده من 2 تا چیز آدم باید داشته باشه. اولیش عشق، باید عشق داشته باشه، عشق تو وجودت باشه. عشق به هر چیزی، حالا عشق رو داشته باشی و آرامش. این 2 تا چیز. شما آرامش داشته باشید، یعنی خود همون عشق داشتن خودش یه آرامشه. به هر جهت اون شخصی که آرامش داشته باشه و عشق داشته باشه، اون برای من فرد خوشبختی. یگان آرزوی دارید که آن هنوز عملی نگردیده است؟ آرزو من حالا به لطف خدا، خیلی از خدا سپاس میگم، واقعا خدا رو شکر میکنم که به من خیلی لطف کرده که این محبت رو به من داده. من هر روز به یاد خدا هستم. آرزویی ندارم، فقط چرا یه آرزو مونده، اونم انشالله که یه روزی بتونم مثل اینجا، البته اینجا میگم مثل وطن خودم میدونم که اینقدر مردم دوست دارند و محبت هستن. خب تو وطن خودم هم من میدونم که چقدر واقعا منو دوست دارن و من دوستشون دارم. یه روزی بتونم تو وطن خودم هم آزادانه هموطنامو ببینم، از نزدیک باشون باشم، شهرمو ببینم. هر کس به تمنای کسی غرق نیاز است، هر کس به سوی قبله خود رو به نماز است، هر کس به زبان دل خود زمزمه ساز است، با عشق در آمیخته در راز و نیاز است. ای جان من تو، جانان من تو، در مذهب عشق ایمان من تو، هیهات که کوتاه شود با رفتن جانم، دستی که به سوی تو دراز است، هر کس به تمنای کسی غرق نیاز است، هر کس به سوی قبله خود رو به نماز است. لحظه هایی بودن چنین خاطرمان که هنوز از خاطر شما زدوده نشده است؟ مولا همه لحظه های من واقعا پر از خاطر است. اینجا خب تاجیکستان خب خیلی اولین بار اومدم، خیلی واقعا لذت بردم از این همه مهر و محبت و واقعا هم من این دفعه سری دوم که اومدم اینو جدا میگم، از نظر فقط قلباً اومدم، اصلا برای به اصطلاح بیزینس نیست، چون من حالا نمیخواستم بگم اینو، ولی خب
شاید بگم حتی 1/3 پولی که اونجا میگیرم اینجا سر نگرفتم. بیشتر دلم میخواد که بیام و توده مردم بتونم بیام کنسرت. انشالله در آینده من همین کار خواهم کرد. اصلا از نظر پولی برام مهم نیست و بچه‌ها میدونن. اگر از جانب آهنگسازان تاجیک یگان پیشنهاد شود که با شما همکاری نمایند و سرود تاجیکی را اگر شما سرایت، شما به این پیشنهاد چی میگید؟ 100% اتفاقا خیلی هم خوشحال میشم، چون خیلی آهنگای تاجیک هم دوست دارم، خیلی مثل آهنگای خودمون میمونه به هر جهت. حتما این کار خواهم کرد. خیلی برای مردم تاجیک خوشحالم که و پیشم باز دوباره من تبریک میگم بهشون استقلال 20 سالگرد استقلالشون. انشالله که روز به روز موفق تر باشند و من میدونم چقدر مردم همدیگر رو دوست دارن، نظامشون رو دوست دارن، با هم دیگه همه با هم دوستن و این خیلی خوبه. همه با هم اعتماد دارن، خوبن. این مسئله اعتماد خیلی خوبه بین هم دیگه و اینا راه ترقی رو بیشتر بشه. انشالله که هر روز رو به تعالی برند و پیشرفت کنند انشالله. امیدواریم که ما در سالگردم بازم به عنوان مهمان بیاییم. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم به تاجیکستان و به استودیو تلویزیون سفینه. با شما نیز بینندگان عزیز تشکر که این ساعت با ما بودید. خیر.